دیگه بعد سوال دارن که ما از ملاها کیه گوش بکنیم. والله ما حیران هستیم که نخوا ملا باشه و هجرت نکنه. عربکش ها هجرت کردن، ترانشیت ها هجرت کردن. کسایی که از نادانی خوک و سگ و اسب و خر برای یهود و نصارا نگاه میکردن هجرت کردن الحمدلله. و این ملاهای پنجشنبه خود هجرت نمیکنن. اینا والله علم اینا نگاه کردن. کسایی که در حکومت داخل شده هستن اینا ملا نیستن، اینا مرتدین هستن. کسایی که در حکومت داخل شدن و پیش از نام الله و رسول نام رئیس جمهور میگن، شش خط نام او است، جناب خالی و جناب گالی و بنیادگذاری اساسگذاری وحدت ملت فران، اینها همه عسکری طاغوت هستند. هر کسی که از سخن اینها گوش میکنه اگر نسل نورست باشه باور میکنه که واقعا این پرزیدنتی که حاضره هست این بنیادگذاری صلح و وحدت است و پیشوای ملت است. اینها طاغوت که باید او را تکفیر بکنن و مردم از او برحذر بدارن، برعکس او را چی میکنن؟ تعریف و توصیف میکنن و مردم زودتر و بیشتر با اونها تشویق میشه. در حقیقت این پیشوای ملت نیست، پیشاب ملت است و اساسگذار کفر و شرک و بدعت است. این ملاهایی که از این حق دعوت نمیکنن و سوی حق مردم دعوت نمیکنن، اینها در روز قیامت لجام‌های آتشین برای اینها زده میشه و لجام آتشین و دهانهای اینها زده میشه. والله بسیار حال بد داره کسایی که میدونن و نمیگن. زیاد هستند. بعضی مولوی ها هستند. مولای محمود یک کلابی مرتد است، در پاکستان درس و مردم واسه دموکراسی دعوت میکنن و یعنی از کلاب است. اصلا مقصد ما نیست که برادرای کلاب چی باشن. از کلاب هست محمود در پاکستان خوندگی است. برادراش هم KGB بودن میخوند و خودش هم وقت فی‌الحال در صف کفار هست. مردم واسه کفر شرک و دموکراسی دعوت میکنن. الله لعنتش میکنه و خار زلیش بگردونه. از اینها هم شما چی باشین؟ برحذر باشین. اینها کافر قانونی هستند. ما هیچ کسی را نمیشناسیم که شما با او باور بکنیم و از او گوش بکنیم. والله تنها مجاهدین هستند، موحدین هستند که مردم واسه حق واسه حقیقت دعوت میکنند. الله شما را حفظ بکنه.